سرخط خبرها. تاکید رئیس جمهور ایران بر گسترش و تقویت روابط با افغانستان. مسعود پزشکیان گفت توسعه تعاملات تهران و کابل به نفع هر دو کشور است. په ټولو اړخو کې د همکارۍ او د باور فضا رامنځته کولو او د دواړو هیوادونو د ګټو د خوندي کولو په هڅه کې دي. افغانستان در کانون اولویت‌های سیاسی خارجی ازبکستان. شوکت میرزیایوف ابراز امیدواری کرد که افغانستان به ثبات و توسعه پایدار دست یابد. افغانستان از لانه جنگ و بدبختی به لانه امن و ترقی و پیشرفت راه یابی میکنه. 4 قربانی موج سرما در هرات. رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات گفت این افراد به دلیل سرمای شدید در ولسوالی کهستان جان باختند. و ادامه واکنش ها به نقض مکرر آتشبس غزه توسط اسرائیل. دبیرکل سازمان ملل بار دیگر از نقض توافق آتشبس غزه انتقاد کرد. سلام و وقت شما بخیر. به مجموعه خبری این ساعت از میز خبر خوش آمدید. امروز شنبه 29 قوس 1404 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 20 دسامبر 2025 میلادی. مشروع خبرها. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران اعلام کرد که تهران همه تلاش خود را برای گسترش و تقویت روابط با افغانستان به ویژه در مناطق مرزی مشترک به کار خواهد گرفت. او با تاکید بر اهمیت همکاری‌های مرزی، تجاری و امنیتی میان دو کشور گفت که توسعه این تعاملات در راستای تامین منافع مشترک ایران و افغانستان به عنوان دو همسایه است. گزارش از نسترن امیری. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران اعلام کرد که کشورش همه تلاش خود را برای تقویت روابط با افغانستان به ویژه در طول مرزهای مشترک به کار خواهد گرفت. وی بر اهمیت همکاری‌های مرزی، تجاری و امنیتی با افغانستان تاکید کرد و افزود که این اقدامات در راستای منافع مشترک دو کشور همسایه است. امارت اسلامی نیز با استقبال از این اظهارات بیان کرد که افغانستان همچنان با ایجاد اعتماد متقابل در همه عرصه‌ها برای حفظ منافع مشترک دو کشور تلاش خواهد کرد. د مثبت نظر د موږ تاییدو افغانستان هم له خپل اړخه په ټولو اړخو کې د همکارۍ او د باور فضا رامنځته کولو او د دواړو هیوادونو د ګټو د خوندي کولو په هڅه کې دي. در این راستا برخی آگاهان تاکید می‌کنند که افغانستان نباید دیگر به عنوان میدان استراتژیک برای رقابت کشورهای منطقه‌ای تلقی شود و کشورها باید به جای منافع کوتاه‌مدت به ثبات و توسعه پایدار این کشور توجه کنند. افغانستان با اکثر کشورهای منطقه و فرامنطقه روابط تاریخی و فرهنگی دیری ندارد که نباید این کشورها افغانستان به میدان رقابت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تبدیل کنند. اما افسوس در دستگاه دیپلماسی افغانستان حداقل در 50 سال یک مکانیزم واقعی تامین روابط با کشورها نبوده و از طرف دیگه افغانستان حالی دست قدرت‌های بزرگ استخباراتی بوده که برای رفع نگرانی کشورها کار نشده تا این کشورها نتونند افغانستان به مساوی میدان رقابت‌های خود استفاده کنند. در تقابل سیاسی عدم تعریف منافع مطرح بحث است. هر از گاهی که چالش‌های منطقوی ایجاد میشه با حکومت افغانستان، بعضی کشورها با هم نوا میشه، چرا که منافعشان یکی هست و در شرایط فعلی مهمترین اصل منابع افغانستان چی طبیعی و یا هم غیر طبیعی هست که کشورها را ناآرام ساخته. ما امیدوار هستم افغانستان با ثبات اقتصاد سیاسی را در پهلوی خود قبول داشته باشند، تقابل‌ها را از طریق گفتمان بر جای حل پیدا بکنند. گفتنی است که تهران هفته گذشته میزبان نشست نمایندگان کشورهای همسایه افغانستان به شمول روسیه بود. در این نشست وزیر خارجه ایران اظهار کرد که ثبات و توسعه افغانستان برای منطقه ضروری است و بر اهمیت ترانزیت، تجارت، انرژی و گفتگوهای منظم میان همسایگان تاکید کرد. شوکت میرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان تعامل با افغانستان را از اولویت‌های مهم سیاست خارجی کشورش دانست و ابراز امیدواری کرد که افغانستان به ثبات و توسعه پایدار و صلح‌آمیز دست یابد. او در نشست سران کشورهای آسیای مرکزی و ژاپن تاکید کرد که همکاری‌های مشترک منطقه‌ای می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت و آینده بهتر برای افغانستان شود. باز هم گزارش از نسترن امیری.
در نشست سران کشورهای آسیای مرکزی و ژاپن، شوکت میرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان تعامل با افغانستان را یکی از اولویت‌های کلیدی سیاست خارجی کشورش عنوان کرد و ابراز امیدواری نمود که افغانستان به توسعه پایدار و صلح‌آمیز دست یابد و از حمایت توکیو از کابل استقبال کرد و تاکید نمود که اقدامات مشترک منطقه‌ای می‌تواند مسیر پیشرفت افغانستان را هموار کند. پاکستان کشور بزرگ دارای منابع غنی است، روابط بهتر و خوبتر داشته باشد و این به طور طبیعی تاثیرگذار است و در کنار از هم یکی از جمله کشورهایی که در شانگهای و این کشورهای مشترک المنافع حضور پررنگ داره و میتونه مرتبات افغانستان در اوج هم این زمینه‌های خوب را ایجاد بکنه. پس از سخنان رئیس جمهور ازبکستان درباره همکاری با افغانستان، امارت اسلامی نیز از این موضوع‌گیری‌ها استقبال کرد و اعلام نمود که خواستار روابط مثبت و گسترش تعاملات با کشورهای مختلف به شمول ازبکستان و ژاپن است. دا یو رغنده او مثبت دریځ ده او موږ د دې موقف تایید او ستاینه کوو. افغانستان د ازبکستان او جاپان په شمول له زیات شمېر هیوادونو سره دا مهال شي او مثبت اړیکې لري او غواړي له ټولو هیوادونو سره مثبت تعاملات زیات کړي. نور هیوادونه هم کولی شي د ازبکستان په څیر په افغانستان کې د اقتصادي او بنسټیزو پروژو ملاتړ وکړي او د افغانستان او د سیمې په ثبات کې خپل رول ادا کړي. با این حال برخی آگاهان معتقدند که کشورهای همسایه باید مسیر تعامل با افغانستان را باز نگه دارند تا همکاری‌های اقتصادی و فرصت‌های شغلی برای مردم این کشور و منطقه افزایش یابد. راه تعامل، راه رسمیت شناسی و همچنان روابط دیپلماتیک را برقرار میکنه و این روابط تاثیرات مثبتش است که افغانستان از لعنه جنگ و بدبختی به لعنه امن و ترقی و پیشرفت راه یابی میکنه. این در حال است که ازبکستان همواره از جمله کشورهایی بوده که در نشست‌های بین المللی بر تعامل با حکومت کابل تاکید کرده و خواستار گسترش همکاری‌های سیاسی و اقتصادی با افغانستان بوده است. در پی موج سرمای شدید در ولسوالی کهسان ولایت هرات، 3 مهاجروان در مسیر مهاجرت غیرقانونی به ایران جان خود را از دست دادند. در یک رویداد جداگانه، یک چوپان نیز بر اثر سرمای سخت در همین ولسوالی جان باخته است. در پی سرمای شدید در ولسوالی کهسان ولایت هرات، 3 مهاجر افغان در مسیر مهاجرت غیرقانونی به ایران جان باختند. همچنین یک چوپان نیز در نتیجه سرمای شدید در همین ولسوالی جان باخته است. احمد المتقی، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات، به خبرگزاری آفاق با تایید این رویداد گفت که این افراد به دلیل شرایط سخت و سرمای شدید جان خود را از دست دادند. په دې شپو کې د هرات آب و هوا ډېره یخه ده او په بعضې منطقو کې واورې شوي دي او بارانونه دوام لري. په همدې شپو ورځو کې 3 کسان چې غیر قانوني افغانستان نه ایران ته اوښتل په لاره کې د یخ له کبله شهیدان شوي دي. همداراز له دوی سره یو بل هیوادوال چې هغه چوپان و او مالونه سرل هغه هم ورسره شهید شوی. در همین پیوند برخی کارشناسان و فعالان عرصه حقوق مهاجران هشدار می‌دهند که مهاجرت غیرقانونی جان افراد را تهدید می‌کند و تنها مسیر قانونی آنها را می‌تواند از خطر حفظ کند. اونا اگر به خاطر زندگی آرام، به خاطر اقتصاد، به خاطر از موضوعات دیگه می‌خواین به کشور همسایه و یا دور سفر بکنن، در راه با همچنین چالش‌ها روبرو میشن که حتی جان خودم میبازن. فکر میکنم این عمل درست نیست. سفر به خاطر اقتصاد خوب، سفر به خاطر موارد مختلف باید به جان انسان تمام نشه. در این زمینه با کشورهای میزبان مهاجر سازمانهای بین‌المللی همکاری بکند، صحبت بکند، رایزنی بشود، گفتمانهای خودشون رو در راستای بهبود وضعیت مهاجران در این زمینه باید صورت بگیرد تا نگرانی این مهاجران در این زمینه کمتر بشود. گفتنی است که طبق گزارش کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، از اوایل سال 2025 میلادی تا کنون بیش از 1.7 میلیون شهروند افغان از ایران به افغانستان بازگشتند. حکومت ایران نیز اعلام کرده بود که مهاجران غیرقانونی باید این کشور را ترک کنند و اعتبار کارت‌های موقت آنان را لغو کرده است، اقدامی که باعث افزایش بازگشت مهاجران به افغانستان شده است. در خارج از کشور،
در ادامه واکنش‌ها به نقض مکرر آتشبس غزه توسط اسرائیل، دبیرکل سازمان ملل بار دیگر از نقض توافق آتشبس غزه انتقاد کرد. او در نشست خبری گفت که راه حل دو کشوری می‌تواند به منازعه غزه پایان دهد. جنبش حماس بار دیگر اسرائیل را با نقض توافق آتشبس غزه متهم و اعلام کرد که ارتش اسرائیل با حمله بر یک مکتب محل اسکان آوارگان در شرق شهر غزه تعهدات خود را زیر پا گذاشته است. به گفته این جنبش، در این حمله شماری از غیر نظامیان از جمله کودکان جان خود را از دست دادند. حماس همچنین تاکید کرد که با وجود گذشت بیش از 2 ماه از اعلام آتشبس، تداوم هدفگیری شهروندان فلسطینی باعث شده بیش از 400 تن در این بارکه کشته شوند. انتونیو گوتریش، دبیرکل سازمان ملل، در نشست خبری با محوریت قضیه فلسطین بار دیگر از نقض آتشبس غزه توسط اسرائیل انتقاد کرد و با هشدار درباره وخامت اوضاع انسانی در این منطقه گفت که در حال حاضر حدود 1,600,000 تن در غزه با سوی تغذیه شدید روبرو هستند. Far more people are able to access the food they need to survive. دیدن ابعاد غیر انسانی در غزه قلب من را می شکند. هر روز بیش از 1.5 میلیون وعده غذای گرم در غزه آماده می کنیم. برخی مراکز درمانی دوباره بازگشایی شده و نیروهای امدادی به سختی تلاش می کنند، اما دستاوردها شکننده هستند. کودکان زیر باران می خوابند و ساختمان ها خراب شده و فرو می ریزند. دبیرکل سازمان ملل در حالی از خوابیدن کودکان غزه زیر باران نگرانی میکند که پنجشنبه گذشته نوزاد تنها 1 ماهه در سرمای شبانه و میان بادهای شدید داخل خیمه بی‌پناه در منطقه مواسی خان یونس جان داد. مرگ خاموش در برابر چشم جهان و نهادهای مدعی دفاع از حقوق بشر. دبیرکل سازمان ملل در بخشی از سخنانش گفت که هیچ بهانه‌ای برای اجرای مرحله دوم توافق آتشبس غزه در فلسطین وجود ندارد. اسرائیل موظف است که ورود کمک‌های بشردوستانه را تسهیل کند. اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد، رنج مردم فلسطین متوقف خواهد شد. راه حل اساسی ختم منازعه فلسطین راه حل دو کشوری است. در حال دبیرکل سازمان ملل به اجرای مرحله دوم آتشبس غزه تاکید می‌کند که استقرار نیروی بین المللی و خلع سلاح حماس شامل بخش دوم توافق غزه است. شماری از کشورهای مسلمان از جمله پاکستان در مورد اجرای طرح صلح ترامپ در غزه اعلام آمادگی کرده و گفتند که نیروی را به عنوان نیروی صلح به این بارکه خواهند فرستاد. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، نیز از مشارکت پاکستان در این طرح تشکری کرد. پیش از این شماری از عالمان دینی پاکستان و آگاهان روابط بین الملل مشارکت اسلام آباد در طرح صلح ترامپ در غزه را نادیده گرفتن مقاومت فلسطین و کشتار مردم این بارکه دانستند. سپاسگزاری میکنم از همراهی شما. تا این دم به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبر این ساعت از میز خبر. تا دیدار بعد.